خب آخرین شاخصی که با این نرم افزار در واقع می‌خوایم ثبت کنیم شاخص MBB یا MBC یا حداکثر ظرفیت تنفسی هستش که بر روی تبش اگر کلیک بکنیم و گزینه پرفورم رو بزنیم آماده انجام ثبت هست. تو این مانور بعد از اینکه فرد متصل شد و در واقع نرم افزار آماده ثبت شد، بلافاصله شروع میکنه به دم و بازدم‌های عمیق و سریع انجام دادن به مدت 12 ثانیه و با تلاش زیاد و با سرعت زیاد دم و بازدم‌های عمیق و سریع انجام میده تا اینکه ما بتونیم حجمی که جابجا میشه رو در مدت این 12 ثانیه بتونیم ثبت بکنیم. خب آماده میشیم برای انجام این مانور. شما انجام بدید. خب بفرمایید. خب دستگاه به این شکل است که بعد از شروع مانور در واقع 12 ثانیه بعد این مانور در واقع نرم افزار به صورت اتوماتیک وار ثبت رو قطع میکنه که دیگه فرد بیش از 12 ثانیه تنفس نکنه و دچار آلکالوز نشه. بعد از اینکه در واقع این ثبتمون انجام شد گزینه سیو رو میزنیم و ثبتمون و گرافمون آماده بررسی هست.